رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد حزب جمهوری‌خواه برای شرکت در انتخابات را قبول کرد. دوستان امریکایی من، امشب با سپاس صمیمانه و خوشبینی به پایان من پیشنهاد نامزدی به مقام رئیس جمهور امریکا را میپذیرم. روز آخرین انجمن 4 روزه حزب جمهوری‌خواه در 27 اوگوست به سبب پاندمی در صحن کاخ سفید صورت گرفت. این هم بحث برانگیخت چون در قرارگاه رئیس جمهور تا حال یگان چاره‌بینی سیاسی حزب برگزار نشده است. هنگام نطق در این روز دونالد ترامپ وعده داد اقتصاد آسیب دیده از تاخت و تاز کرونا ویروس را آباد و میلیون ها جای کاری را برقرار میکند. او رقیبش از حزب دموکرات جو بایدن را بسیار تنقید کرد و فعالیت های خودش را برای مبارزه با ویروس ستود. امریکا نظر به هر کشور بزرگ دنیا سطحی کمترین تلفات را دارد. اگر گپ جو بایدن را گوش میکردیم هزاران امریکایی دیگر میفوتید. به جای تکیه به علم، جو بایدن میخواهد تمام فعالیت ها در کشور را قطع کند. کارزار انتخاباتی امریکا زیر سایه پاندمی ماند که 180,000 نفر را کشت و میلیون ها نفر را به جای کار گذاشت. به تخمین دانشگاه جان هاپکینز، امریکا از نظر تلفات در مقام 115 در جهان است. از نظر مرگ و میر معمولی در جهان، امریکا در زینه 154 است. ترامپ بایدن را که معاون سابق براک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا بود، سیاستمدار چپگرای نامید که به قول او موقع امریکا را در عرصه جهانی ضعیف می‌کند. تمامی عظمتی که ما همچون کشور حالا به دست آوردیم در خطر است. این مهمترین انتخابات در تاریخ کشور ماست. در انجمن حزب دموکرات جو بایدن و حزبش امریکا را سرزمین بی‌عدالتی نژادی و اقتصادی و اجتماعی نامیدند. امشب از شما سوال ساده میپرسم: چگونه حزب دموکرات با این همه بدگویی میخواهد کشور ما را رهبری کند؟ با نگاه چپگرانه خود آنها امریکا را آزادترین، عادلترین و کشور استثنایی در زمین نمی بینند. آنها امریکا را کشور نابکار می بینند که باید برای گناهایش جزا بگیرد. دونالد ترامپ تظاهراتی را که بعد از هلاکت چندی از سیاه‌پوستان برخاست قانون اوباشان نامید. بعضی از تظاهرات در چندی از شهرهای امریکا بر ضد پلیس با خشونت و خرابکاری و غارتگری انجامید. وقتی پلیس خطا کرد، دادگاه باید خطاکاران را به جوابگری کشد و این کار را میکند. ولی وقتی اوضاع به مثل امروزها به اینجا میرسد، ما نباید به قانون اوباشان اجازه بدهیم. جو بایدن در پاسخ به این همه در توییتر بیدادگری پاندمی ویروس زیر نظر ترامپ را یادآوری کرد. او گفت که در عهد ترامپ امریکایی ها امن و آسوده نبودند. با خاتمه انجمنهای حزبی، نامزدها در 2 ماه آینده برای جذب رای دهندگان به طرف خود می‌کوشند. کارزار ترغیباتی برعکس انتخابات های گذشته نه در میان طرفداران بلکه آنلاین صورت می‌گیرد. اما نتیجه نهایی بعد از روز 3 نوامبر بعد از انتخابات معلوم می شود.